رسانه‌ها در مسئله اینکه طالبان در این چند روزی به سری به خلوی قدرت آمدن 800,000 دلار به حساب سفارت وارد کردن. از طلب دارن که این مبلغ برگردونده شد. واقعا همین مبلغ به بودجه سفارت وارد شد. چی شد تقدیر؟ چند چیز را باید رسانه‌های عزیز ما در نظر داشته باشند. اول خو یک حکومت جعل و یک حکومتی که با فشار نظامی در یک معامله آمده حراجی افغانستان را گرفته، او را به عنوان حکومت من نمیشناسمش. در برابر 63 نمایندگی افغانستان یگانه نمایندگی که به شکل واقعیش در برابر گروه جهل استاده هست سفارت افغانستان است. شما اول فکر بکنید که اینا یک داد میزنن که امکانات ندارن. دو، دروازه های بانک برای تمام طالب ها بسته هست. اینا کی داد ستود با دنیا دارن. سوم، اینا کی هستن که از ما مطالبه میکنن که این پول برگردانین؟ سفارت افغانستان، بازم تکرار میکنم، خانه کوچکی هست. افغانستان است در اینجا در حدود 10,000 متر مربع زمین تعمیر دیپلمات ها و مردم کتما هستند. ما امکان داره که هزینه‌های متعددی هزار طرف پیدا بکنیم و در خدمت مردم افغانستان بسپاریم. من فکر میکنم که طالبا با این نامه خود سر خود پوزخند زدن و خود را مسخره ساختن. شما واقعا تصدیق میکنید که چون مبلغ به حساب سفارت آمده است؟ من فکر میکنم که سفارت یک اداره رسمی افغانستان است. چون مبلغ‌های متفاوت شاید به اینجا سرازیر شود. این سوال را طالبا حق نداره که از ما بکنه، بر از اونها اجازه هم نمیدیم. من فکر میکنم سفارتی که در برابر از اونها استاده است ماست. شما فکر کنین که اینا اشتباهاً چیزی را روان کردن، به هیچ سفارتی نرفت، اشتباهاً به اینجا رفت. معلوم است که شمشیر این سفارت در برابر از اونها تیز است و در برابر از اونها مبارزه میکند، هم در جبهه سرد هم در جبهه جنگ. ما امیدوار هستم که خداوند همیشه اونا را بیعقل بسازه، اگر مبلغ پیدا بکنن به سفارت افغانستان ارسال کنند. یعنی شما میگید این ادعای طالبان دروغ نیست؟ کاملا.